یا معنی کنم؟ خب من میخونم تو معنی کن. به حدیث در نیایی که لبت شکر نریزد. بگو. میگه یعنی که دل در نیاد که شکر بریزه توی لیوان و کاسه و اینو آفرین. و اینا. آفرین. ز پی تو هیچ مرغی نپرد که پر نریزد. میگه هیچ مخنه نپری که پرش بریزه ری فرش و اینا. آها. هوشیار کسی باید که از عشق بپرهیزد. میگه یکی باید از عشق بپره. گر سیل عقاب آید شوریده نیندیشد. میگه یعنی شوریده نداشته اینجوری بزیزن که دهن شور باشه دهن شور. عشق لب شیرینت بس شور برانگیزد. میگه عشق لب شور که لب شور شده باید بریم بشوریم باشه. آفرین. بخون. بخونم؟ آره. ابر چشمانم اگر قطره چنین خواهد ریخت. میگه ابری که سفید شد آتش بارون ریزه ازش برف میریزه. آفرین. گر ایستاد حریفی اسیر عشق بماند. یعنی میگه که کتاب تعریف کن ببین توی شعراش چی هست، معنی هست. جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. میگه جوان شد و عید نشستن کادو باز کردن. تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود. میگه تو رو سوا سوخته نباشد که اینجوری سیاه نباشد که اینجوری. صفت عاشق صادق به درستی آن است. میگه شفقت عاشق به درستی که یعنی کار تو وقتی که چیزی میفته خراب میشه موزیک میفته باید درستش کنی.